سلام، خیلی خوش اومدید به مینی دوره کسب درآمد دلاری. خیلی خوشحالم از این که هم من و هم استاد رضای رفیعی قراره کلی چیزا رو توی ذهنتون بشکنیم. خیلی‌ها فکر می‌کنن درآمد دلاری سخته، خیلی‌ها فکر می‌کنن کلی چالش سر راهشون هست، خیلی‌ها فکر می‌کنن که نمیشه بابا اون درآمد دلاریه که مال از ما بهترونه. ولی میخوام بهتون ثابت بکنم که اگر تو کل این دوره همراه ما باشید اتفاقا کار خیلی راحتیه، اتفاقا خیلی ساده میشه دلار پول در آورد و ریال خرج کرد. حتما تا آخر این دوره همراه ما باشید. هم قرار کلی ابزار بهتون معرفی کنیم، هم قرار کلی راهکار بهتون بگیم، ثبت نام توی سایت‌های مختلف رو بهتون بگیم، هوش مصنوعی مختلف رو بهتون معرفی بکنیم و باور میکنید که خیلی ساده میشه دلار پول در آورد. خوش اومدید یه بار دیگه به دوره کسب درآمد دلاری. همراهتون هستیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون عالی و فوق‌العاده باشه. من رضا رفیعی هستم و باعث افتخاره که توی این قسمت از دوره در خدمتتون هستم. خیلی خوش اومدید. اولا که بهتون افتخار میکنم قاعدتا به خاطر اینکه دارید آموزش میبینید. همین الان شما جلوتر از تقریبا 90 خورده درصد از مردم هموطنتون هستید، همکشورتون هستید، به خاطر اینکه همین الان که شما وقتتون گذاشتید برای آموزش تقریبا میتونم بگم 90 خورده درصد آدم ها اصلا همچین اولویتی رو توی زندگیشون ندارن. اکثرا یا اولویت غیر آموزشی دارن یا در حال دست و پا زدن توی مشکلاتشون و اصلا به ذهنشون نمیرسه که خب شاید اصلا راهکار خارج شدن از همه این مشکلات آموزش دیدن باشه. بهتون افتخار میکنم که توی برهه‌ای از زمان که خیلی‌ها ناامیدن نسبت به آیندهشون و خیلی‌ها در نهایت درگیر اینن که همین الان خیلی سطحی مشکلات رو برطرف کنن و صرفاً یه مسکن باشن، شما وارد دوره‌ای شدید که امید دارید به این که بتونید بدون مرز درآمدزایی کنید، امید داریم به اینکه بتونین درآمد دلاری داشته باشید، امید داریم بتونین مثل بقیه مردم دنیا شما هم یه زندگی خیلی خوب داشته باشید و مطمئن باشید اون چیزی که توی ذهنتون به وجود میاد قطعا شما تواناییش و لیاقتش رو دارید که بهش برسید. و خیلی خوشحالم و از خدا متشکرم که به من این افتخار و این فرصت رو داره که قسمت کوچیکی از پازل زندگی شما باشم. و مطمئن باشید الان که دارم باهاتون صحبت میکنم تمام توانم و تمام حسم و تمام انرژیم و تمام تمرکزم و تمام نگرشم رو گذاشتم برای اینکه بتونم تمام چیزی که باعث شده من بتونم یه سری نتایج کوچیک رو توی مدت زمانهای کوچیک توی سن محدودی که دارم بگیرم و تمام علمی که تونستم توی مدت یاد بگیرم که تبدیل شده به این تجربه کوچیک رو در اختیارتون بذارم، برای اینکه شما کمتر از من سعی و خطا کنیم، برای اینکه شما سریعتر حتی از منی که این مسیر رو تونستم سریع پیش بیام حتی از من سریعتر بتونیم پیش بیاین و هزینه کمتری داشته باشیم برای اینکه بتونین به این اتفاق برسید. خب نکته‌ای که وجود داره به عنوان اولین بحث و اینه که بدونید در حال حاضر که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، حالا من نمیدونم شما کی دارید این دوره رو میبینید، اما در حال حاضر که من دارم باهاتون صحبت میکنم متاسفانه کشورمون ایران توی وضعیت اقتصادی قرار داره. البته که لایه‌های دیگه کشور هم دچار این وضعیت هستن، اما وضعیت اقتصادی مخصوصا کشور وضعیتی که اسمش وضعیت بحرانیه. وضعیت بحرانی یعنی خیلی وضعیت بدتر از وضعیت بد، یعنی خیلی وضعیتی که روز به روز هم داره بدتر میشه از یک وضعیت بد. یعنی اگر شما در طول یک سال درآمدتون حداقل 10 تا 20 برابر نشه، عملا از سال قبلتون فقیرتر شدین و احتمالا خیلیاتون حتی شاید درآمدتون 10 برابر هم شده باشه اما به دستاورد جدیدی نرسیده باشین. یعنی صرفا توی جایگاهی که پارسال بودین، پیرارسال بودین، تونسته باشید مونده باشید، نهایتا 10% زندگیتون بهبود داشته باشه. و این چیزی نیست که شما به دنبالشین قطعا. این چیزی نیست که یک انسانی که دنبال موفقیت و رشد دنبالش باشه. اگر شما دارید وقت میذارید که آموزش ببینید، یعنی قطعاً چندین برابر این وقت رو دارید میذارید برای اینکه زندگی بهتری داشته باشید، پس لیاقتش رو دارید. اما وقتی که بحران به وجود میاد، اگر راه مدیریت اون بحران رو نداشته باشید، اگر راه کنترل اون بحران رو نداشته باشید، مطمئن باشید که توی اون بحران غرق میشید. قبل از اینکه راهکارها رو شروع بکنیم و راجع به درآمد دلاری که یکی از بهترین راهکارهای مقابله با این بحران اقتصادی صحبت بکنیم، لازمه که یک در واقع
فرایندی رو برای مدیریت کردن خودتون توی این بحران بدونید. نکته اولی که وجود داره اینه که بدونید آقا این بحرانی که الان به وجود اومده برای الان نیست. از 50-60 سال پیش که تاریخ ایران کاملا مصور، یعنی به صورت ویدیو وجود داره، شما میتونید نگاه بکنید و بحران رو توی هر سال تاریخ ایران ببینید. نه فقط ایران، اکثر کشورهای جهان هم بودن و بحران ها فقط هم اقتصادی نبودن. خیلی وقتا بحران جنگ بوده، خیلی وقتا ملخ‌ها حمله کردن، خیلی وقتا خشکسالی اومده، خیلی وقتا جنگ های سیاسی شده، خیلی وقتا جنگ های بهداشتی شده مثل کرونا و. پس بحران ها نقطه های مختلفی دارن، اما در نهایت اصلی ترین افکتی که میذارن، اصلی ترین بازخوردی که اتفاق میفته اینه که شما فقیرتر میشید، به خاطر اینکه مهمترین افکتی که داره روی اقتصاد. پس نکته‌ای که وجود داره، قانون پایستگی بحران متاسفانه توی کشور ما مخصوصا هست. بحران ها نه به وجود میارن نه از بین میروند، بلکه از سالی به سال دیگر تبدیل میشن. پس منتظر تمام شدن بحران نباشید. اگر کسی داره بهتون میگه که سال بعد همه چی درست میشه، 6 ماه بعد همه چی درست میشه، 3 ماه بعد همه چی درست میشه، یا توی ذهنتون منتظرید که دلار بشه دوباره 20,000 تومان، یا نمیدونم همه چی دوباره مثل حالت قبلش برگرده، تیم سیاسی کشور عوض بشه، یا نمیدونم هر چیز دیگه تغییر بکنه و این بحران ها جمع بشه، سخت در اشتباهید. بحران ها هیچ وقت تموم نمیشن، شما باید بتونید باشون مقابله بکنید. خب یه استراتژی سگانه داریم، لطفا کاغذ قلماتون رو بردارید. این ویدیوی آموزشی نیست بچه، اگر میخواید ویدیوی آموزشی ببینید همین الان این ویدیو رو استاپ کنید، برید یوتیوب یا نتفلیکس یا نمیدونم هر جایی که فیلم میبینید و باز بکنید. خیلی ویدیوهای قشنگتری هستن که بیشتر هم تا سرگرمتون میکنن. اگر دارید وقتتون رو میذارید لطفاً بدونید که تمام بازخوردتون و تمام خروجیتون اون چیزیه که رو کاغذ میارید و اون تصمیمیه که بعد از این دوره میگیرید برای اینکه زندگیتون تغییر بدین. وگرنه اگر 50 بار همین ویدیو رو ببینید اما کاری نکنید، اولا فقط وقتتون رو تلف کردید. پس لطفاً اگر کاغذ قلم برداشتید استاپ کنید، به کاغذ قلم بردارید و برگردید. 3 قسمت بکنید کاغذتون رو. بالای کاغذتون بنویسید استراتژی سگانه مقابله با بحران. استراتژی سگانه مقابله با بحران. توی قسمت بالایی استراتژی سگانه‌تون بنویسید حالت خوشبینانه، توی قسمت دوم بنویسید حالت بدبینانه و توی قسمت سوم بنویسید حالت منطقی. بحرانی که الان داخلش هستیم، بحران اقتصادی که داخلش هستیم رو برای اینکه ذهنمون آروم بشه تبدیل می‌کنیم به 3 تا حالت. خوشبینانه، فرض می‌کنیم که تمامی مشکلات اقتصادی که توی ایران وجود داره نسبت به کسب و کار ما در حالت خوشبینانه مثلا 3 ماه دیگه حل میشه، 6 ماه دیگه حل میشه، هرچند که بیشتر شبیه جوکه، اما فرض می‌کنیم که 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه حل میشه. حالت بدبینانه، فرض می‌کنیم که 26 سال دیگه حل میشه، 30 سال دیگه حل میشه. و یه حالت منطقی، مثلا فرض میکنیم که 6 سال دیگه حل میشه، 5 سال دیگه حل میشه، 10 سال دیگه حل میشه، حالا هرچی. خب الان شما هر اتفاقی که بیفته، یعنی اگر خیلی خوشبینانه همه چی حل بشه پیش بینی کردید، اگر خیلی بدبینانه همه چی حل بشه پیش بینی کردید، اگر خیلی هم منطقی همه چی حل بشه پیش بینی کردید. پس شما دیگه ضرر نمیکنید. حالا برای هر کدوم از این 3 تا حالت شما شروع میکنید تودو می نویسید یا اصطلاحاً اقدامک می نویسید برای اینکه شما ضرر نکنید. مثلا اگر حالت خوشبینانه 3 تا 6 ماه دیگه حل میشه، من الان برای کسب و کارم چیکار میکنم؟ شروع میکنم سریع تبلیغات میدم تو شبکه‌های اجتماعی برای اینکه آدما بیزنس منو ببینن، 3 تا 6 ماه دیگه یهو همه چی حل شد بیان از من خرید بکنن. سایتمو درست میکنم سریع، کارهای اینجوری میکنم. حالت بدبینانه، اگر من بدونم 26 سال دیگه همه چی میخواد حل بشه، این اعداد رو از کجا من دارم میارم؟ من دارم برنامه کسب و کار خودم پیش بینی میکنم، اما شما هم باید برنامه کسب و کار خودتون پیش بینی بکنید. مثلا اگر 26 سال دیگه میخواد همه چی حل بشه، خب من منطقاً ترجیح میدم مثلا تو این کشوری که 26 سال دیگه میخواد از عمر منو بگیره بعد بحرانش حل بشه زندگی نکنم دیگه، درسته؟ پس اقدامک هایی می نویسم برای مهاجرت، اقدامک هایی می نویسم برای راه اندازی حداقل یک بیزنسی که به ایران ربطی نداشته باشه که من بتونم زندگیمو بهتر بکنم دیگه. اقدام کنم برای یادگیری زبان انگلیسی. ببینید تودوهاتون فرق میکنه. و حالت منطقی، اگر فکر میکنم مثلا 6 سال دیگه حل میشه، 3 سال دیگه حل میشه، نمیدونم برای کسب و کار شما، باز اقدامک های اونو می نویسم.
و نکته‌ای که وجود داره اینه که تو هر کدوم از این حالت‌ها که حل بشه، ذهنتون اگر واقعا منطقی بابتش صحبت بکنید و بشینید و ببینید، به این نتیجه میرسین که وقت گذاشتن برای کسب و کار و بیزنسی که توی ایران بخواد فعالیت بکنه، داخل مرزهای ایران، این که میگم ایران به خاطر شرایط بدش ها، اصلا کسب و کاری که توی مرزهای صرفا یک کشوری بخواد فعالیت بکنه اشتباهه. چرا؟ چون دوباره یه تقی به یه توقی میخوره و شما ریستارت میشید. یه نفری میخوابه فردا صبح پا میشه، یهو شما ریستارت میشه. یه نفری میخوابه فردا صبح پا نمیشه، شما ریستارت میشه. یکی شال سرش میکنه، سرش نمیکنه، شما ریستارت میشه. یکی تصمیم میگیره یه قیمتی رو بالا ببره، شما ریستارت میشی. و بچه این تردمیل شوخی نداره، شل ول بدین سفت بهتون میزنه، همونجوری که شاید به خیلیاتون زده باشه. و اگر بهتون نزده مطمئن باشید هنوز اصلا اونقدر تو بازار نرفتید که ضربشو نخوردید. غیر ممکنه کسی تو بازار ایران تو 5-6 سال گذشته بوده باشه و ضربات وضعیت بد اقتصاد ایران رو حس نکرده باشه. اینجا رو گوش کنین. کار کردن توی بازار ایران به خاطر بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی که وجود داره به شدت کار اشتباهیه. مهمتر از اون، بازار ایران رو بذاریم کنار، درآوردن پول ریال، اینجا رو خوب گوش کن، درآوردن پول ریال، واحد پولی ریال، بزرگترین اشتباه زندگی شما خواهد بود. امروز 3 سپتامبر 2023 به عبارتی 12 شهریور ماه 1402 من دارم این حرف رو میزنم. نمیدونم شما کی داری گوش میکنی، اما اینو بدون، این نسلی که داخلش هستیم تا 2 نسل بعد حداقل، اگر همین امروز همه چی خوب بشه، کسایی که دارن ریال در میارن بزرگترین بازندگان این تاریخ دنیا هستن، چون ریال بیارزش ترین پول دنیاست و فعلا هم برنامه‌ای برای درست شدنش نیست. و اگر شما 50 میلیارد تومن، به عبارتی 500 میلیارد ریال، واحد پول ریال بتونید درآمد کسب بکنید، 500 میلیارد واحد میشه 1 میلیون دلار که باهاش میتونید یک زندگی خیلی معمولی داشته باشید حتی توی ایران. نکته‌ای که وجود داره اینه که درآمد توی ایران پایین، اما هزینه ها به دلار. اینو قطعا حس کردید خودتون. یعنی شما توی ایران هم برای اینکه بتونید زندگی با کیفیت داشته باشید همون قدری هزینه دارید که مثلا توی ترکیه دارید یا مثلا توی اروپا دارید. اونقدر فرق نمیکنه، نمیگم دقیقاً یکیه، ولی اونقدر فرق نمیکنه، اما درآمد شما خیلی فرق میکنه. پس نکته خیلی خیلی مهمی که وجود داره اینه که یکی از مهمترین راهکارهای خروج از بحران اقتصادی برای شما اینه که درآمدتون دیگه مربوط به کشور نباشد، 1. 2 به ریال نباشد. بچه این دوتا کاملا از هم دیگه تفکیک و سواست. یعنی چی؟ یعنی شما بیزنسی که راه میندازید، کسب و کاری که دارید راه میندازید نباید به اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران مربوط بشود که اگر اینترنت قطع شد بیزنستون قطع بشه، اگر انقلاب شد بیزنستون قطع بشه، اگر نمیدونم بنزین گرون شد اینترنتتون قطع بشه، اگر تعطیلی شد اینترنتتون قطع بشه. هر اتفاقی افتاد بیزنس شما تحت تاثیر قرار نگیره. و 2 درآمدتون به ریال نباشه، چون تردمیله، هیچ رشدی تو زندگیتون نخواهید داشت. اینو به چشم دیدم که دارم میگم. رفقا برید توی هر تخصصی که هستید، توی هر بیزنسی که هستید، برید رهبر بازارتون رو نگاه کن. یعنی کسی که توی اون صنعتی که شما هستید داره بیشترین درآمد کسب میکنه رو برید نگاه بکنید. کل پولی که توی مثلا 10 سال گذشته درآورده رو با هم دیگه جمع بکنید، از هزینه‌اش کم بکنید، پولی که براش مونده ببینید چقدره.
تقسیم بر 50,000 تومان بکنید، ببینید چند هزار دلار، چند صد هزار دلار، یا نهایتا چند میلیون دلار. عمرن هیچکی میلیارد دلار در نیاورده، ولی ببینید چند میلیون دلار پول در آوردن. اگر به چند میلیون دلار رسیده باشه که فکر نمی‌کنم برسه، اون وقت متوجه میشید که رهبر بازار شما هم نتونسته اندازه متوسط که هیچی پایین‌های بازار بین‌المللی پول در بیاره. و یه نکته خیلی خیلی مهمی که وجود داره اینه که شما در نهایت دارید وقت میذارید. چرا این وقت رو دارید برای ریال خرج میکنید؟ چرا این وقت رو دارید برای داخل کشور خرج میکنید؟ چرا تخصص شما نباید به کل دنیا صادر بشه؟ چرا تخصص شما نباید ارزشمندترین پول دنیا رو کسب بکنه؟ حداقل استیبل ترین پول دنیا رو کسب بکنه که ارزشش بی ارزش نشه. این خیلی سوال مهمیه. تا حالا بهش فکر کردین؟ چرا همون قدری که شما دارید وقت میذارید، فرض کن شما تدوینگرید، همون قدری که شما وقت میذارید برای پریمیر، یه نفر دیگه هم داره وقت میذاره همون ویدیویی که شما میذارید و اونم میزنه. شما میگیرید 10 میلیون تومان، اون میگیره 5000 دلار، 2000 دلار، اصلا 1000 دلار. خیلی پایین دارم میگم برای ویدیویی که شما میگیرید 10 میلیون تومان، اون حداقل میگیره 10000 دلار، حداقل میگیره 5000 دلار. پس اینجا سوال وجود میاد چرا من باید بگیرم 10 میلیون تومان، یکی دیگه باید بگیره 250 میلیون تومان؟ چرا؟ تازه برای اکثر کارهای شما که کارهای کامپیوتری، خدمات دیجیتاله که نه لازم شما جای خاصی باشید، نه لازم کارفرما جای خاصی باشه، نه لازم چیزی به جایی صادر بشه، نه حمل و نقلی این وسط وجود داره، نه پیمنت های عجیب غریبی وجود داره. بچه خیلی تو رو خدا بهش فکر کنید. از زندگی فعلیتون حالتون به هم بخوره، ازتون خواهش میکنم به خودتون بیاید بگید من دارم چی کار میکنم با زندگیم، چند سالمه. اصلا 16 سالتونم که باشه، از 5 سال پیش، 4 سال پیش، 3 سال پیش، 2 سال پیش، اصلا 1 سال دارید کار میکنید، 1 سال عمرتون رو گذاشتین، بس دیگه. برای کسی که دارم میگم اگر 36 سالتونه دیرتر شده لطفاً بجنبید، اگر 40 سالتونه بدتر لطفاً بجنبید، اگر 67 سالتونه بدتر ولی وقت دارید. داستان سرهنگ سانرس و KFC رو فراموش نکنیم که تو سن 67 سالگی تازه بزرگترین برند سوخاری دنیا تأسیس شد. اصلا نمیگم آی دیگه از دست دادید، دارم میگم بسه. هر چقدر که لول پایین زندگی کردیم نسبت به مردم دنیا دیگه بسه. از زندگی فعلیمون متنفر بشیم، به انزجار برسیم، این ور اینو داشته باشیم با خودمون. حالا برید زندگی خوب دنیا رو ببینید. خیلیاتون به زندگی فعلی که دارید راضیید به خاطر که اصلا نمیدونید آدم ها توی دنیا دارن با چه لولی زندگی میکنن. خیلیاتون ماشین های دنیا رو نمیدونید، خونه های دنیا رو نمیدونید. تو رو خدا برید اینا رو توی یوتیوب ببینید. تفریحات دنیا رو نمیدونید، سیستم های دنیا رو نمیدونید، ملک های خفن دنیا رو نمیدونید. برید ببینید. اهرم رنجتون رو داشته باشید، از زندگی فعلیتون بدتون بیاد و به اهرم لذتتون هم فکر بکنید. اون وقت یه انگیزه خیلی خفن دارید واسه که زندگیتون رو تغییر بدید. اون موقع دیگه به ریال اصلا فکر نمی کنید و بهتون قول میدم این دست من به صورت مجازی به سمت شما، بهتون قول میدم از زمانی که تصمیم میگیرید، تو چشماتون دارم نگاه میکنم، به والله اگر کسی این تصمیم رو گرفت و من حمایتش نکردم و به نتیجه نرسید، من شخصا تمام ضررهایی که تو این مدت کرده رو بر عهده میگیرم. قول رضا رفیعی، اگر از زمانی که تصمیم گرفتی و استارتش رو زدی تا 6 ماه بیزنست راه اندازی نشد، هر چی خواستی بیا من بهت پس میدم. و از زمانی که بیزنست راه اندازی شد، این خیلی حرف بزرگیه که دارم میزنم، تا 100,000 دلار درآمد شما 1 تا 3 سال فاصله است. پس یعنی چی؟ یعنی از الان اگر تصمیم بگیری نهایتا تا 6 ماه یک بیزنس بدون مرز خواهی داشت. بیزنس بدون مرزا، کسب و کار بدون مرز، کسب و کاری که به ایران ربطی نداره، با کل دنیا طرفه و ربطی هم به ریال نداره.
دلار داره در میاره، یورو داره در میاره، استیبل کوین های دنیا رو داره در میاره. از زمانی که تصمیم میگیری تا زمان راه اندازی بیزنست، یعنی تا زمانی که بیزنست به راه اندازی برسه، دریافت و پرداخت پولت درست بشه، بتونی مشتری بگیری، بتونی بیزنس را بندازی، شبکه‌های اجتماعی، تمام این چیزا 6 ماه طول میکشه. و از زمانی که اینها درست شد تا زمانی که تو $100,000 به عبارتی 5 میلیارد تومان وجه رایج مملکت خودمون رو فعلا که احتمالاً تا چند ماه دیگه بیشتر میشه در بیاری، عزیزم 1 تا 3 سال زمانه. بسیاری از افراد تا $1,000,000 3 سال طول کشیده. تا $1,000,000 یعنی 50 میلیارد تومان تو 3 سال تونستن بزنن به والله از داخل کشور. کسی که هیچ سرمایه‌ای نداشته. حتما توی دوره نمونه ها رو بهتون معرفی میکنم. به من اعتماد کنید، به خودتون اول اعتماد کنید و بعدش هم به من اعتماد بکنید. وقتی که شما بیزنس بدون مرز داشته باشید، مهمترین اتفاقی که براتون میفته اینه که از جامعه مخاطب نهایتاً 80 میلیون نفر، یعنی اگر همه مردم ایران جامعه مخاطب هدف شما باشه، شما نهایتاً 80 میلیون مشتری دارید که اینطور نیست. شما الان نهایتاً 1 میلیون نفر 2 میلیون نفر مشتری داشته باشید، یهو وارد یک بازار چند میلیارد نفری میشید. یعنی یهو چندین هزار برابر پایگاه مشتریاتون افزایش پیدا میکنه. این خیلی نکته ارزشمندیه. این اولین فایده و مهمترین فایده که پس احتمال گرفتن مشتری برای شما خیلی زیاد میشه. 2، درآمدتون به طور چشمگیری افزایش پیدا میکنه. چرا؟ به 2 دلیل. 1، حجم پولی که میتونی از آدم ها بگیری خیلی بیشتر میشه چون تعدادشون داره بیشتر میشه. 2، اگر داری توی ایران زندگی میکنی، شما 50,000 در میاری، 1000 خرج میکنی، نه 2000 خرج میکنی، نه 3000. 50 در میاری، 1 خرج میکنی. پس میزان پولی که تو در میاری خیلی بیشتر میشه. فرض بکنیم یه طراح سایت الان داره میگیره 20 میلیون تومان، عدد خیلی بالایی دارم میگم، سایت های خیلی خفن و الان 20 میلیون دارم میگیرن. 20 میلیون تومان خنده داره، میشه $400. اون سایت رو شما میتونی بگیری $20,000، میتونی بگیری $10,000، میتونی بگیری $8,000، کفش میتونی بگیری $5,000، میشه 200 میلیون تومان. 10 برابر حداقل. پس میزان درآمد و ارزش درآمد تو خیلی زیاد میشه. نکته بعدی، از نوسانات ارزی عبور میکنی. وقتی که بیزنس بدون مرز داشته باشی، دلار بشه 80,000 تومان، تو داری دلار در میاری. دلار هم بشه 8,000 تومان، تو داری دلار در میاری. اگر هم بشه 800,000 تومان، تو دوباره داری دلار در میاری. ولی فرض بکنی شما درآمدتون ریالیه. دلار الان 50,000 تومان میشه 80,000 تومان، میشه 100,000 تومان. این اتفاق دقیقاً شهریور ماه 1401 تا انتهای سال افتاد دیگه. انتهای سال چیه؟ تا دی ماه. توی 3 ماه دلار از 30,000 تومان شد 66,000 تومان، 67,000 تومان. یعنی نصف شد ارزش دلار، ارزش ریال نصف شد. یعنی اگه شما درآمدت ریالی بود، کل درآمدت، کل دارایی‌هات نصف شد عزیزم. برای چیزی که تازه تقصیر شما نیست، شما توش دخیل نبودین، یه سریای دیگه با هم سری مشکلات داشتن، اتفاقایی افتاده. اگه یک کم آدم عاقل باشه، یک کم فکر کنه، قطعا کاری انجام میده که این نوسان‌های مسخره توش تأثیری نداشته باشه. فایده بعدی بیزنس بدون مرز اینه که شما دسترسی پیدا می‌کنی به یک کامیونیتی، یک جامعه افراد متخصصی که خیلی تخصصهای خفن‌تر نسبت به متخصصای ایران دارن و خیلی این بیشتره، خیلی بزرگتره. کامیونیتی افراد متخصصی که خیلی بزرگترن و میتونین فرصت‌های همکاری و فرصت‌های ساخت بیزنس خیلی بزرگتری داشته باشه. و در نهایت شاید یکی از آخرین فایده هایی که بیزنس بدون مرز میتونه براتون داشته باشه، یکی از ساده تریناش اینه که به کل دنیا سفر میکنید. شاید خیلی وقتا توفیق اجباری باشه براتون، شاید این برای شما ارزش نباشه، ولی برای من خیلی ارزشه. به نظر من هیچ چیزی توی این دنیا ارزشمندتر از دیدن این دنیا نیست.
ما وارد یک دنیایی شدیم و یک مدت زمان محدودی داریم و اگر حداقل نتونیم جایی که توش داریم زندگی میکنیم رو ببینیم، این بزرگترین ضرریه که ما میتونیم بکنیم. خب راجع به فایده های بیزنس بدون مرز صحبت کردیم. حالا اگر شما درآمدتون بدون مرز باشه، دوباره اتفاقای خیلی خفنی براتون میفته. مثل چی؟ مثل اینکه میتونید ببخشید. حالا اگر براتون این موضوع ارزشمند باشه، خیلی راحت تر میتونید با آدم های اطرافتون، خانوادهتون، پدر مادرتون، همسرتون کمک بکنید و چیزهایی که اونا لیاقتشو دارن و دوست دارن داشته باشن شما براشون فراهم میکنید. این خیلی حس ارزشمنده و امیدوارم که بتونین این حس رو داشته باشین که بتونین خانوادهتون رو حداقل به کل دنیا سفر بکنین، براشون خونه‌ای که میخوان، ماشینی که میخوان، و این در صورتی که اتفاق میفته که درآمدتون از نظر ارزش و حجم بالا باشه. یعنی هم بتونید خوب پول در بیارید، زیاد پول در بیارید، هم پولی که در میارید فردا نصف نشه، فردا 1/5 نشه. نکته بعدی، اگر درآمدتون بدون مرز باشه، میتونید وقتتون رو برای چیزایی که مهمه بذارید، نه چیزایی که باید. این خیلی نکته ارزشمندیه. تو رو خدا بهش دقت بکنید. ممکنه الان مجبوراً وقتتون رو دارید برای چیزایی میذارید که بی ارزشن. فرض بکنید شما باید اجاره خونه بدید، فرض بکنید، یا یه هزینه‌ای دارید باید بدید، قسط وام باید بدید یا هر چیزی. خب شما دوست داری بیزنس خودت رو راه بندازی، اما اول ماه که مثلا 2 هفته دیگه است، تو باید اجاره خونه تو بدی، قسطای وام تو بدی، بدهیاتو بدی، مجبوری کاری انجام بدی که سریعتر بهت پول برسونه. و 99% کارهایی که سریعتر به تو پول میرسونن پول کمتری بهت میرسونن، اما تو مجبوری پول کمتر در بیاری واسه اینکه مجبوری پول سریعتر در بیاری. خیلی بده. به این میگن یک دنیای برنامه ریزی شده برای کنترل کردن تو. حتما راجع به این موضوع توی دوره اصلی صحبت میکنیم، اونجا فرصتش نمیشه. ولی اینو باید بدونید که شما برنامه ریزی شدید برای اینکه توی جایگاهی که هستید بمونید، چون اگر بخواید رشد بکنید منافع خیلی ها به خطر میفته توی این دنیا که خودتون هم میدونید. پس میان کاری میکنن که شما مجبور باشی توی این ماتریکسه بمونی، مجبور باشی اجاره خونه بدی، مجبور باشی قبض بدی، مجبور باشی اشتراک تهیه کنی، مجبور باشی هزینه بدی، و واسه اینکه هزینه ها رو هی ماه به ماه ازت میگیرن، تو هی مجبوری کارهای سطح پایین‌تر انجام بدی، هی مجبوری بری کارمند بشی. مورد بعدی، این تیکه از صحبت هم ناراحت کننده است، هم موتیویشنال، هم خیلی انگیزه بخشه. خیلیاتون الان هستید، شاید شمایی که دارین اینو گوش میکنی جزو اون دسته از افراد بشی. نه اسمشو میذارم متاسفانه، نمیذارم خوشبختانه، چون خودم جفتشو حس کردم. خیلی ها هستن که نگران مخارج زنده بودنشونن. مخارج زنده بودن یعنی چی؟ یعنی پول شام، یعنی پول حمل و نقل، یعنی پول اینترنت، یعنی پول اجاره خونه، یعنی پول خورد و خوراک، پول قبض. خیلی ها نگران اینان. یعنی اصلا طرف به این فکر نمی کنه که من برم یه بیزنس بدون مرز رو بندازم، مثلا $1000 تبلیغ بکنم بتونم باش $50,000 پول در بیارم. اصلا به اینا نمیتونه فکر کنه، چون نگران 50,000 تومنه، چون نگران 5 میلیون تومنه، نگران $100، نگران $200. خیلی ها رفیقم، من خودم تا 6-7 سال پیش بودم، به والله بودم، من با 80,000 تومان پول اومدم تهران. من شهرستان، با افتخار بچه شهرستانم. من با 80,000 تومان اومدم تهران. 1 هفته من با 80,000 تومان تهران جاهای مختلف خوابیدم. قبلا تعریف کردم داستانش رو. من تو مرقد امام خوابیدم. من برای حقوق 1 میلیون تومان روزی 18 ساعت کار کردم. سنگ هم جابجا کردم توی جایی که کار میکردم. حسش کردم، کامل حسش کردم. الان هم داریم راجع به اعداد چند ده هزار دلاری برای تبلیغات بیزنسمون صحبت میکنیم، خدا رو شکر، و برای تبلیغ بیزنس‌های دانشجوامون. من جفتشو حس کردم. الان سرمو میگیرم بالا اون موقع رو تعریف میکنم
و مطمئنم تو هم یه روز این کار رو انجام میدی اگر الان تو اون جایگاهی. ولی لطفاً انقدری مرد باش، انقدری زن باش، انقدری جنمشو به خرج بده که یه روزی بیای تو هم بشینی بگی که آقا من تو این وضعیت بودم الان اینجام. فقط وقتی میتونی اینو بگی که بدون مرز باشی، فقط وقتی میتونی اینو بگی که انقدری پول در آورده باشی که خیلیا تو الگوشون باشی، تو انگیزه شون باشی، اون موقع داستانت انگیزه بخشه. ولی الان داستانت ممکنه با شما نیست، اما با کسایی که اینجورین تو این وضعیتن، الان داستان خیلیایی که اینجورین ناراحت کننده است. بنده خدا نذار بهت ترحم کنن، بدت بیاد از ترحم، سفت بگیر وگرنه شل و بدی سفت میخوری، همونجور که الان ممکنه سفت بخوری. میتونید سالمتر زندگی کنید به خاطر اینکه سالم زندگی کردن هزینه داره، باشگاه هزینه داره، غذای خوب هزینه داره، تفریحای خوب هزینه داره، دراگ نزدن هزینه داره. میتونید سالمتر زندگی کنید، میتونید آرزوهای بدون مرز کنید. چند روز پیش داشتم توی استوریام گفتم حداقل بدون مرز آرزو کنید، کنتور که براتون نمیندازه که، حداقل بدون مرز آرزو کنید، کنتور که براتون نمیندازه. یعنی طرف حتی تو آرزوش هم نمیتونه فکر به این بکنه که بره یه کت لویی ویتون بخره $100,000 5 میلیارد تومان، اصلا نمیتونه فکر کنه. خیلی ناراحت کننده است. برندی مثل لویی ویتون، برندی مثل روز، برندی مثل رولکس که حالا البته ساعت رولکس اونقدر برند گرون نیست، هابلوت و کلی برندهای دیگه ساخته شدن برای آدم ها. چی میشه که یه سری آدم های دنیا که تعدادشون هم خیلی زیاده متاسفانه اصلا نمیتونن به این برندها فکر بکنن؟ چی میشه؟ و دقیقاً توی همون ثانیه از کلی از شعبات این برندها خیلی ها دارن با چندین تا بگ میان بیرون. چه اتفاقی داره میفته؟ آدم ها طبقه حتما راجع به طبقات توی دوره اصلی صحبت میکنیم. این که آقا شما الان توی این طبقه مثلا 2 میخوای بیای طبقه 20، اونی که 20 الان میتونه بره لویی ویتون هر چی میخواد بخره، تو اینجایی مجبوری 5 تا مغازه رو بگردی اونی که از همه ارزان‌تر رو بخری. خب نکته که وجود اینه که اوکی پس تو میبینی این هست، پس اولا میدونی که میتونی به اینجا برسی. 2 اینکه آقا این طبقه است، هم آسانسور داره هم پله داره، فرقی نداره، هر کدوم راحت تری میتونی سوارشی بیای بالا، طول میکشه ولی میتونی بیای بالا. این خیلی مهمه. ولی حداقل اینو ببینش، خودتو ببین که کجایی، اینو ببین که کجاست. اصلا نمیبینیم خیلیام، واسه همین سر قیمت خیلیامون عذاب میکشیم. اگه تو هم جز اون دسته از آدمایی هستی که الان وقتی میری رستوران مجبوری سمت چپ منو رو نگاه کنی، یعنی این. اگر برات پیش اومده که بری توی مغازه لباس فروشی یا لباسی رو واقعا دوست داشته باشی به خاطر قیمتش نخری، یعنی این. اگر یه ستاپی میخوای برای خودت بخری اما مجبوری پولش رو تامین بکنی، یعنی این. بچه‌ها اینا چیزای دم دستی هن. شما نباید برای اینها اذیت بشید. اینا خریدن، اینا ریتیلن، شما نباید برای اینا اذیت بشین. بله ممکنه بخواین یه ملکی بخرید توی دبی، بعد $2 میلیون پول براش تامین بکنین، اوکی اون موقع قشنگه، میرید براش تامین کنید با انرژی بالا، هدف بزرگ، تازه بزرگ نه، یه هدف خیلی خوب، هدف بزرگ خیلی بزرگتر از اینا میتونه باشه. ولی یه رستوران خوب رفتن هدف نیست، یه چیز عادیه. اینا رو برای خودتون عادی کنید، هدف نذارید، عادی کنید. آرزو که هیچی هستن، حتی هدف هم نیست، عادیش کنید. تارگت بزنید آقا من $10,000 پول در میارم. این اولین تارگت لویی ویتون ما بود، من $10,000 پول در میارم، $8,000 رو میرم لویی ویتون پول برای خودم یه دونه ست لباس میخرم. ما این کار کردیم. تارگت بذارید برای خودتون و در نهایت میتونید الهام بخش باشید، الگو باشید. راجبش صحبت کردیم و امیدوارم یه روزی شما این اتفاق رو رقم بزنید. برای اینکه شما بتونید وارد دنیای بدون مرز بشید، اول لازم تعریف بدون مرز رو بدونید. بدون مرز بودن یعنی مثل 95% مردم دنیا ارتباط داشتن، بدون مرز بودن. یعنی زندگیتون و کسب و کارتون جوری باشه
که مرزهای جغرافیایی یک کشور و قوانین اقتصادی و سیاسیش تأثیری توی رسیدن شما به اهدافی که برای زندگیتون میذارید نداشته باشه. خیلی ساده. یعنی شما برنامه‌تون اینه که تا 5 سال آینده 1 میلیون دلار پول در بیارین. اگر ایران هر اتفاقی براش افتاد شما 1 میلیون دلار در بیارین. چرا؟ چون دارین با قوانین جهانی کار میکنین و تو قوانین جهانی این نوسانات اینجوری خیلی کمتره. نمیگم نیست، در حد چند درصده، نه چند 100% و چند 10%. خب این تعریف بدون مرز. حالا برای اینکه شما بتونید یک همچین فضایی رو درست بکنید 2 تا بال نیاز دارید. خودتون رو مثل یک عقاب فرض بکنید. یک عقاب همیشه بدون مرزی برای عقاب وجود نداره. خودتون رو یک عقاب فرض بکنید، یک عقاب بدون مرز. 2 تا بال نیاز داره. 1 بال سمت چپ، بال انسان بدون مرزه. بال سمت راست، بال کسب و کار بدون مرزه. و این 2 تا بال به عقاب این امکان رو میدن که کل دنیا رو پرواز کنه. بهش این اجازه رو میدن که هر جا خواست فرود بیاد، هر غذایی خواست بخوره، تا هر قله‌ای که خواست بالا بره، هر موقع خواست پرواز کنه، هر موقع خواست بشینه. یک انسان بدون مرز آزادی زمانی داره. زمانش دست خودشه. ارزشمندترین داراییشو خودش مدیریت میکنه. اگر یه روز صبح نیم ساعت دیرتر وارد کارش بشه کسی نیست جریمش کنه. به کسی نباید جواب پس بده، به خودش جواب پس میده. قطعا اون همیشه نیم ساعت زودتر هم وارد کسب و کارش میشه، اما دست خودشه. انتخاب میکنه که زودتر بره، مجبور نیست. آزادی زمانی داره، آزادی مکانی داره. دوست داره دبی زندگی میکنه، دوست داره میره آمریکا زندگی میکنه، دوست داره توی ایران زندگی میکنه، دوست داره میره توی دهات توی ایران زندگی میکنه، میره کیش، میره شمال زندگی میکنه، دوست داره میره اسپانیا زندگی میکنه، دوست داره میره تو قطب زندگی میکنه. دنیا رو میبینه و آزادی مکانی داره، چون کسب و کارش مربوط به یک مکان نیست. آزادی مالی داره. آزادی مالی یعنی شما انتخابات رو بر اساس محدودیت های مالیت نگیری، هر چیزی که دوست داری رو بتونی به دست بیاری و این آزادی ها رو داره. پس 2 تا بال ما نیاز داریم. یک بال انسان بدون مرز، یک بال کسب و کار بدون مرز. توی بال انسان بدون مرز 2 تا قسمت مهم وجود داره. 2 تا قسمت مهم وجود داره. یک انسان دوستان تشکیل شده از یک روح و یک جسم. یک روح و یک جسم. توی انسان بدون مرز ما 2 تا قسمت داریم. یک قسمت نگرش، یک قسمت شخصیت. قسمت نگرش کار روح رو برای اون انسان بدون مرز انجام میده و قسمت شخصیت کار جسم رو برامون انجام میده. توی قسمت نگرش بدون مرز اول باید بدونید که اصلا نگرش چیست. دوستان نگرش GPS شماست، نگرش روح شماست، نگرش چشم شماست، نگرش انتخاب شماست. نگرش همین الانه که شما نشستید دارید آموزش میبینید، در صورتی که میتونستید برید فیلم ببینید، در صورتی که میتونستید توی اینستاگرام اسکرول بکنید، در صورتی که میتونستید برید با دوستاتون دور هم، در صورتی که میتونستید برید بیرون دور، در صورتی که میتونستید هر کار دیگه ای بکنید. نگرشتون بهتون گفته که بیاید آموزش ببینید. پس نگرش ما انتخاب های ما، نگرش ما دلیل انتخاب های ماست. اینجوری بگیم. نکته که وجود داره اینه که ما توی نگرش های بدون مرز خیلی مشکل داریم. من وقتی این داستان رو فهمیدم و به این آگاهی رسیدم که خودم تصمیم گرفتم بدون مرز باشم. من بعد از 5 سال تلاش خیلی زیاد، حالا کسایی که میشناسن، من کل این 5 سال رو مصور استوری کردم، کسایی که استوری های منو دیدن، من توی این 5 سال خیلی زحمت کشیدم. بچه‌ها من با سن پایین اومدم تهران و 7 صبح تقریبا تا 11 شب کار میکردم، کار سنگین. و بعد از مدت دیدم که من هر سال تقریبا درآمدم 10 تا 20 برابر از سال قبل افزایش پیدا میکرد. واقعا این اتفاق افتاد واسه من.
مصور پیداست توی استوریای من هست. اما اتفاقی که افتاد اینه که تو ایران نتونستم ملک خاصی بخرم، نتونستم ماشینی که دوست دارم رو بخرم، نتونستم دارایی خاصی داشته باشم. یعنی به این نتیجه رسیدم که خیلی شبیه تردمیل بودم، من عقب نموندم و کیفیت زندگیم هم خیلی بهتر. من از یه شهرستان توی ایران، از یکی از شهرستان اصفهان رسیدم به منطقه 1 تهران و یه خونه خیلی خوب توی منطقه 1 تهران، اما فقط کیفیت زندگیم بالاتر رفت، من صاحب چیزی نبودم. نکته که وجود داره اینه که وقتی که تصمیم گرفتم که بدون مرز باشم، تو اون لحظه من تونستم صاحب خیلی چیزا بشم، دقیقا چند ماه بعدش. اما تو اون چند ماهی که برای من طول کشید که بیزنس بدون مرز من راه اندازی بشه و به درآمد برسه، من خیلی سختی کشیدم بچه‌ها، خیلی از نظر شخصیتی خیلی خورد شدم. چرا؟ چون خودمو لایق نمیدونستم، خودمو لایق کار کردن توی فضای بین‌المللی نمیدونستم. چون به محض اینکه پامو میذاشتم برای اینکه یه پروژه بین‌المللی بگیرم، یه بیزنس بین‌المللی راه بندازم، توی سرم شروع کرد حرف زدن که تو که ایرانی، مگه از ایرانم میشه؟ اصلا مگه به ایرانی‌ها احترام میذارن؟ اصلا مگه تو میتونی باشون ارتباط برقرار کنی؟ اصلا مگه تو میتونی پول بگیری ازشون؟ اصلا مگه ما تحریم نیستیم؟ اصلا مگه ایرانی‌ها رو تروریست فرض نمی‌کنن؟ اصلا مگه ما تو ایران نمیگیم مرگ بر فلان جا، اونا که اصلا ما رو آدم حساب نمی‌کنن؟ از این حرفا تو سرم پر بود. بچه‌ها من اولین باری که می‌خواستم برم توی مغازه لویی ویتون، رفتم تا دم در و جرئت نکردم برم تو. چند وقت بعدش به زور رفتم تو، ولی واقعا خودمو لایق اون فضا نمیدونستم، چون من فکر میکردم که خب تو که نمیتونی الان بخری اینا رو، که واسه چی داری وقت اونا رو میگیری؟ و اینا حرفایی توی ذهن من بود، توی سر من بود. چرا این حرفا برای ما به وجود اومده؟ چون ما این گونه تربیت شدیم رفقا. خیلی خوشحالم که دارم این حرفا رو بهتون میزنم، نمیدونم چقدر دارید درکش میکنید و چقدر دارید قدرش رو میدونید، ولی تو کاش یکی بود این حرفا رو به من میزد که مشکل از تو نیست، تو بی لیاقت نیستی، آدم های خارج از ایران با تو مشکلی ندارن، آدم ها با ایرانی ها مشکلی ندارن، دوست دارن ایرانی ها رو، واقعا آدم ها کار کردن با ایرانی ها رو مشکل ندارن، آدم ها کار میکنن با شما، تمام دنیا با شما کار میکنن و دوست دارن که با شما کار بکنن. چرا این حرفا واسه تو ذهن ما میاد؟ چون ما این گونه تربیت شدیم، پدر مادر ما رو این گونه تربیت کرده، مدرسه ما رو این گونه تربیت کرده، بدتر از همه رسانه ما رو این گونه تربیت کرده تو ایران. این نگرش‌هایی که برامون ساختن این واقعیت نیست بچه، این ماتریکس توی ذهن ماست. دنیای واقعی اینجوری نیست. یه دقیقه بیایید بیرون از اون ماتریکسه. اگر فیلم ماتریکس رو ندیدید حتما برید ببینید. یه دقیقه از اون ماتریکسه بیایید بیرون، خب واقعیت رو ببینید. واقعیتی نیست. واقعیت اینه که بسیاری ثروتمندای دنیا داریم که ایرانی هن. واقعیت اینه که مدیر عامل اوبر، اسنپی که با کل دنیا کار میکنه، اسنپ دنیا اوبر، ایرانیه. واقعیت اینه که یکی از مدیران ارشد گوگل ایرانیه. واقعیت اینه که از مدیران ارشد فیسبوک ایرانیه. واقعیت اینه که سایت ایبی یکی از بزرگترین مارکت پلیس های دنیا که بعد از آمازون بزرگترین مارکت پلیس های دنیا است، یک ایرانی تأسیس کرده. واقعیت اینه که خفن ترین دانشمند ریاضی دنیا یک خانم ایرانی بود، خدا رحمتش کنه. واقعیت اینه که یکی از خفن ترین فضانوردای ناسا ایرانی بود، خدا رحمتش کنه. واقعیت اینه که یکی از خفن‌ترین خواننده‌های دنیا ایرانی بود، خدا رحمتش کنه. واقعیت اینه که همه با ایرانی‌ها اوکی ان. واقعیت اینه که صاحب گرونترین خونه دنیا توی آمریکا و گرونترین خونه آمریکا و بزرگترین خونه آمریکا الان یه ایرانیه. واقعیت اینه که صاحب یکی از بزرگترین فروشگاه‌های آنلاین دنیا سایت فشنووا یک ایرانیه. و واقعیت اینه که آدم‌ها عاشق ایرانیان، باور کنید، و حاضرن باشون کار بکنن. ما خودمون رو از دنیا قایم کردیم، میترسیم بریم سمتشون و حس میکنیم اونا بدن، تروریستن، ما خوبیم. اینجوری نیست. همه دنیا هیچ فرقی بین هیچ
کجای دنیا اندازه ما ایرانی‌ها تعصب ملیتشون رو ندارن؟ نه که نداشته باشن، انقدر زیادیست که حاضر نباشن کار بکنن. قطعا همه جای دنیا ملیت خودشون رو ارجح میدونن نسبت به همه، یه چیز عادیه، ولی حاضرن همه با هم دیگه کار بکنن. پس این نگرشه رو درست بکنید و وقتی که این نگرشه درست بشه تازه کلی فرصت میبینین، تازه کلی ایده میبینین که من میتونم این کارو بکنم، من میتونم این کارو بکنم. تو رو خدا این رو توی ذهنتون درست بکنین، تو رو خدا این رو توی ذهنتون درست بکنین. این نگرش این که من باید کل دنیا رو ببینم و توی ذهنتون بذارین. این نگرشی که همه چیز توی این دنیا نامحدوده و من میتونم بهش برسم و توی ذهنتون بذارین. این نگرش این که این چیزایی که من الان آرزومه اصلا چیزای عجیب غریبی نیستن توی ذهنتون بذارین. این نگرش این که اون آدمی که من حس میکنم چقدر خفنه اصلا آدم عجیب غریبی نیست، منم میتونم مثل اون باشم و توی ذهنتون بذارین. این نگرشای اشتباهی که نه ما تو ایرانی، ما تحریمی، ما نمیتونیم بیایم بیرون، ما نمیتونیم پول بگیریم، اینا رو از ذهنتون بردارین. این مهمترین قدم این دوره است. بچه توی این دوره به شما راهکار داده میشه، ابزار داده میشه، اما اگر این نگرش ها رو درست نکنین هیچ کدوم از اون ابزارها به کارتون نمیاد. اصلا یعنی استفاده نمی کنید که بخواد به کارتون بیاد. بهتون قول میدم فردا صبح پا میشید دوباره کارهایی که از قبلش انجام میدید و انجام بدید. حالا الان من این آگاهی به شما دادم، اما ماتریکس که شما رو ول نمیکنه که شما فردا صبح مجددا باید به دغدغه‌هاتون برسید، بدهیاتون رو بدید و حالا چیکار کنیم که این حرفا یادمون نره؟ یک، به نظرم این فایل این قسمت رو حداقل 2 بار گوش کنید و تو بار دوم بنویسید. تایتل بردارید، جملات منو بنویسید بچه، خیلی جملات مهمیه. این قسمت خیلی مهمه، بنویسید و اینا جلو چشتون باشه. 2، یک روتین برای خودتون درست کنید، یک لایف استایل جدید برای خودتون درست کنید. اگر کتاب نمیخونید تا الان کتاب بخونید، کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید پیشنهادیه که من برای شروع تغییرهای نگرشیتون دارم. بعدش کتاب اثر مرکب. این 2 تا کتابو حتما بخونید. این 2 تا کتاب کمکتون میکنن تو این وایب و تو این فضا بمونید. اوکی؟ پس حتما این کار رو انجام بدید. 2، خودتون رو بندازید توی لایف استایل موفق. اصلا مهم نیست الان دراگ خاصی مصرف میکنید یا نه، مشروب میخورید یا نه، ورزش میکنید یا نه، رفیقای ناباب دارید یا نه، اصلا رفیق بازی میکنید یا نه، نمیدونم چاقید یا نه، کتاب نمیخونید یا نه، درآمدتون پایینه یا نه، اصلا هیچ کدوم اینا مهم نیست. مهم اینه که از الان به بعد چی کار میکنید. از الان به بعد کاری رو انجام بدید که اون آدم موفقه به نظرتون داره انجام میده. یه الگو برای خودتون بذارید، برید ببینید توی زندگیش داره چی کار میکنه، اداشو در بیارید. اگر داره صبح پا میشه ورزش میکنه، صبح پاشید ورزش کنید. یه هفته 10 روز اول بی‌معنیه براتون، چون اصلا نمیدونید چرا دارید این کار رو انجام میدید، ولی ازتون میخوام به من اعتماد کنید. آقا 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال به مدل خودتون زندگی کردید دیگه. 1 ماه به مدل من زندگی کنید، بهتون قول میدم زندگیتون تغییر میکنه. به والله زندگیتون تغییر میکنه. برای خودم اتفاق افتاده، برای چند هزار نفر دانشجوام اتفاق افتاده و برای شما هم اتفاق میفته. تغییر میکنه زندگیتون. 1 ماه ادای اون کسی که میخواید بهش تبدیل بشید رو در بیارید. 1 ماه هفته‌ای 2 بار برید بدوید. هر جا کم آوردید 2 دقیقه استراحت کنید، دوباره بدوید. بذارید ذهنتون بفهمه کد تنکیه. بذارید بفهمه وقتی بهتون میگه خسته شدید شما بازم میتونید بدوید. 1 ماه اگر زیاد غذا میخوردید روزی 1 وعده غذا بخورید. 1 ماه به زورم که شده روزی 10 صفحه کتاب بخونید. 1 ماه صبح پاشید دیوونه بازی در بیارید، موزیک بلند گوش کنید، خودتون رو پاشید برقصید، بالا پایین بپرید، انرژیتون رو ببرید بالا. 1 ماه. بعد از این 1 ماه معتاد میشید به این سبک زندگی، چون یه جوری انرژیتون میاد بالا، یه جوری همه چی تغییر میکنه، یه جوری فرصت‌های خفن میاد سمتتون که اصلا باورتون نمیشه. میگید اگه دنیا تا الان این بوده پس من داشتم چیکار میکردم؟ بچه‌ها دنیا ماشین اثبات نگرش‌های شماست. اگر حس میکنید دنیا جای بیریختیه، آدما بدن، کلاهبردارن، خیانتکارن،
اوضاع بده، دقیقاً همینجوری زندگی میکنید. اگر حس میکنید دنیا جای خفنیه، چقدر همه چی خوشگله، چقدر آدم خوبن، چقدر داره خوش میگذره، من چقدر میتونم موفق باشم، چقدر پتانسیل دارم، چقدر فرصت هست، دقیقاً همین اتفاقا براتون میفته. پس جوری که میخواید باشید فکر کنید، اداشو در بیارید، زندگیتون دقیقاً همونجوری میشه. خدا قوت بهتون، خسته نباشید. ما تا الان راجع به نگرش رو صحبت کردیم، راجع به بحران صحبت کردیم، راجع به انسان بدون مرز صحبت کردیم، راجع به شخصیت صحبت کردیم و اگر خاطرتون باشه گفتیم که اگر یک انسان بدون مرز رو به یک عقاب تشبیه بکنیم که میتونه بدون مرز به هر جایی که خواست پرواز بکنه، این عقابه به 2 بال نیاز داره. بال اول انسان بدون مرز و بال دوم کسب و کار بدون مرز. خب برای یک کسب و کار بدون مرز داشتن یک سری ویژگی‌ها داره که صحبت کردیم. یکی اینکه این کسب و کار مکان خاصی محدودیت نداشته باشه، همه جا بتونه انجام بشه، به زمان خاصی محدودیت نداشته باشه، برای یک جامعه مخاطب محدود یا یک زبان محدود محدودیت نداشته باشه، برای یک ارز محدود محدودیت نداشته باشه. یعنی بتونه واقعا به صورت بین المللی برای تمام مردم دنیا، برای تمام زمانها، برای تمام ارزهای دنیا، برای تمام کشورهای دنیا کار بکنه. این ویژگی‌های اصلی کسب و کار بدون مرز. خب حالا چه کسب و کارهایی هستن که این ویژگی‌ها رو دارن و میشه باشون کار کرد؟ ببینید دوستان، کسب و کارهای زیادی هستن که شما میتونید داشته باشید. کار کردن توی بازارهای مالی یکی از این انواع کسب و کار هست، مثل ترید کردن، مثل فارکس کار کردن، مثل کریپتوکارنسی ها رو کار کردن. کسب و کارهای جدیدتری هستن توی همین فضای بازارهای مالی، مثل NFT ها، مثل متاورس، مثل وب 3 که خب ما همه اینها رو، حالا شاید بعضی از دوستان بدونن، ما جزء اولین مجموعه، اگر نگیم اولین مجموعه توی ایران، جزء اولین مجموعه ایران بودیم که کل خدمات وب 3 رو هم آموزش دادیم هم آوردیم و خب هنوز هم داریم کار میکنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که فضای بازارهای مالی یک شغل تمام وقته، خیلی هم خوبه، من خودم هم دوستش دارم، اما تایپ شخصیتی من نیست. برای شخصیت‌های خوبه که تحمل بالایی دارن، استرس خیلی پایینی توی زندگیشون دارن، تحمل استرسشون میتونه خیلی بالا باشه. تیپ شخصیتی خاص خودشو داره. اگر دوست دارید حتما برید راجبش تحقیق بکنید و انجام بدید. جزء کسب و کارهای واقعا بدون مرز و خیلی هم خوبه. یکی دیگه از انواع کسب و کارها کسب و کارهای محصول محور هستن دوستان. یعنی شما روی یک دسته محصولی کار میکنید، یک محصولی میفروشید، اصطلاحاً یک بیزنس پروداکت محور راه میندازید که خب توی بعضی از قسمت‌ها بهش میگن ای کامرس رو انداختن که روش‌های زیادی داره. یکی از بهترین روش‌هاش دراپ شیپینگ هست. دراپ شیپینگ چی کار انجام میده؟ احتمالاً راجبش زیاد شنیده باشین این روزها توی فضای آموزش‌های کسب و کاری. دراپ شیپینگ اینجوریه که شما یک محصولی رو از یک تامین کننده تهیه می‌کنین بدون اینکه بخواید خریداری بکنید تعدادی از اون محصول رو یا انبارش بکنید یا هیچی، صرفا این محصول رو پیدا می‌کنید، یه وبسایت می‌زنید، شروع می‌کنید تبلیغات کردن و فروش ایجاد میشه براتون، آدم‌ها میان ازتون می‌خرن، شما به اون تامین کننده پیام میدین، محصول رو مستقیم می‌فرسته برای اون خریداری که از شما اومده خریده. حالا مثلا محصول رو پیدا کردین $2، شما فروختین $40، این وسط $38 یا در واقع 20 برابر شما سود کردین. چقدر تبلیغ کردین؟ مثلا $10 هم تبلیغ کردین، $10 با $12 مثلا $5 هم هزینه ارسال، $8 هم هزینه ارسال، شما $20 هزینه تون شده، $40 پول در آوردین، 2 برابر سودتون بوده. به این میگن دراپ شیپینگ. بیزنس خیلی خوبیه، بیزنس فوق‌العاده‌ایه. ما یکی از در واقع قسمت‌های دوره بدون مرز، یکی از تایپ‌های دوره بدون مرز، چون دوره بدون مرز انواع مختلف داره، راجع به بدون مرز دراپ شیپینگ و ما به دوستان رو کامل آموزش میدیم. اگر براتون جذابه میتونید واردش بشید. بیزنس خیلی خوبی هست. حالا همین دراپ شیپینگ رو شما میتونید توی یک سری مارکت پلیس ها انجام بدید، مثل آمازون، مثل ایتسی، حتی توی ایران میتونید برای داخل ایران انجامش بدید، مثلا توی دیجیکالا که اون دیگه مثلا برای آمازون بهش میگن FBA Fulfillment by
آمازون که شما محصول رو از اون تامین کننده میگیرید، مثلا دونه $2 میبرید توی انبار آمازون. شما نمیبرید، تامین کننده ارسال میکنه انبار آمازون، اونجا انبار میشه. آمازون دیگه خودش برای شما فروش ایجاد میکنه، مثلا محصول رو میذاره $39. دوباره این وسط کلی براتون سود ایجاد میشه. کسایی که دوستان یک کسب و کار شخصی داشته باشن و روی یک محصولی کار بکنن، این خیلی بیزنس خوبیه و میتونید حتما به عنوان یک بیزنس روش حساب بکنید. اما توی این دوره ما میخوایم راجع به یک نوع سومی از کسب و کارهای بدون مرز صحبت کنیم. پس نوع اول میشه بازارهای مالی، نوع دوم میشه کسب و کارهای محصول محور، نوع سوم که توی این دوره میخوایم اختصاصا راجع بهش صحبت بکنیم و راهکارهای خیلی خوبی رو بدیم، کسب و کارهای خدماتی هستند. کسب و کارهای بدون مرز خدماتی یعنی شما یک خدماتی رو ارائه بدید و در ازاش بتونید درآمد بدون مرز داشته باشید. یک خدماتی رو به صورت بدون مرز ارائه بدید و بتونید درآمد بدون مرز داشته باشید. یعنی چی؟ مثلا همکاری در فروش، نزدیک به همون آمازون FBA میشه اما یک خدماته. یعنی چی؟ یک برند مشترک ایجاد کردن با یک برندی که در حال حاضر هست و شما فقط خدمات مارکتینگ میدین. یعنی چی؟ یک کسب و کار آموزشی راه انداختن. یک کسب و کار آموزشی راه انداختن یکی از انواع کسب و کارهای بدون مرز و در نهایت یک کسب و کار خدماتی بدون مرز. حالا منظورم از کسب و کارهای خدماتی بدون مرز چیه؟ یک، اینجا رو بنویسید، به نظرم ارزشمنده. یک، آموزش دادن، راه اندازی یک آکادمی بدون مرز که ما توی دوره کامل راجبش صحبت میکنیم. یعنی اینکه شما چطور وبسایتتون رو درست بکنید، چطور دوره آموزشی بین‌المللی درست بکنید بدون اینکه زبان بخواید بلد باشین. حالا جلوتر ازش صحبت میکنیم. چطور اینها رو بفروشید، اصلا چطور یک کسب و کار آموزشی درست کنیم، چطور طرح درس بکنیم، چطور دوره درست بکنیم، بعد چطور اینها رو بفروشیم، چطور تبلیغات بکنیم، کجا میتونیم بفروشیم، چطور خدمات بدیم. پس یکیش میشه خدمات آموزشی، دو میشه خدمات مشاوره که توی همون خدمات آموزش قرار میگیره، سه میشه خدمات دیجیتال مارکتینگ که توی این دوره باز میخوایم خیلی راجعش صحبت بکنیم و یک سری خدمات های دیگر. یعنی اصطلاحاً دو تا سه تا جزء بهترین ها هن. خدمات آموزشی یعنی یک کسب و کار آموزشی و دو خدمات دیجیتال مارکتینگ. این دو تا از بهترین هن. یک سری خدمات دیگه هم هست مثل خدمات حسابداری، مثل خدمات مثلا VPN دادن، خدمات پزشکی، خدمات مهندسی، خدمات بهداشتی و ورزشی، خدمات دستیارهای مجازی و. اما توی این دوره می‌خوایم راجع به دو تا از بهترین هاش با هم دیگه صحبت بکنیم. یکی خدمات دیجیتال مارکتینگ و دو خدمات آموزشی یا یک کسب و کار آموزشی. خب راجع به مورد اول خدمات دیجیتال مارکتینگ، نکته‌ای که وجود داره اینه که شما به عنوان یک فریلنسر میتونید خدمات دیجیتال انجام بدید. فریلنسر کیست اگر نمیدونید؟ فریلنسر به معنای یک فردیه که برای خودش کار میکنه، یعنی صاحب کسب و کار خودشه، از یک سری صاحبین کسب و کار دیگه، یک سری کارفرماهای دیگه پروژه میگیره. چه کارهای فریلنسری وجود دارن؟ خدمات ترجمه، خدمات تولید محتوا، خدمات ضبط صدا، خدمات تدوین، خدمات اطلاعات، خدمات گرافیک، خدمات ویدیو و. یکی از بهترین انواع خدمات فریلنسری بچه خدمات دیجیتال مارکتینگ. یکی از بهترین خدمات فریلنسری خدمات دیجیتال مارکتینگ. خدمات دیجیتال مارکتینگ مثل چی؟ خدمات دیجیتال مارکتینگ مثل طراحی وبسایت، مثل تدوین ویدیو، مثل کارهای گرافیکی درست کردن، مثل خدمات تولید محتوا، مثل مدیریت شبکه‌های اجتماعی، مثل کارهای SEO انجام دادن. اینها جزو بهترین خدمات دیجیتال مارکتینگ. یعنی اگر شما تدوینگرید میتونید به راحتی پروژه تدوین ویدیو بگیرید. حتما جلوتر بهتون چند تا از پروژه ها رو نشون میدیم که باورتون نمیشه. مثلا برای یه ویدیوی 2 دقیقه‌ای داکیومنتی مستند انگیزشی $1200 قیمت گذاری کردم. به بچه رایج مملکت خودمون میشه 60 میلیون تومان. قیمتی همچین پروژه تو ایران نهایتا 1,200,000 تومانه. یعنی 50 برابر تقریبا کمتر، بیشتر 55-6 برابر بیشتر شما میتونید پول در بیارین اگر همون خدماتی که تو ایران دارید میدید و بدون مرز بدید.
اگر تدوین بلدید شما به شدت میتونید پول در بیارید. اگر تدوین بلدید خیلی میتونید پول در بیارید. اگر پریمیر بلدید، اگر افتر افکت بلدید، خیلی میتونید پروژه های خوبی بگیرید. و یک روشی رو بهتون میگم که شما اگر در حال حاضر همه کارها رو خودتون دارید انجام میدید، یک شغل دارید، بیزنس ندارید، اما توی این دوره یک روش رو بهتون میگم که هر تخصصی که دارید از یک شغل تبدیلش بکنید به یک بیزنس. یعنی سقف‌های درآمدیتون رو بردارید. این رو حتما ازش صحبت می‌کنیم. اگر گرافیک بلدید شما خیلی میتونید پول در بیارید. میتونید PSD سایت بزنید، میتونید تمپلیت شبکه‌های اجتماعی بزنید، میتونید کاتالوگ طراحی بکنید، میتونید کارت ویزیت طراحی بکنید، میتونید لوگو طراحی بکنید. و نکته‌ای که وجود داره اینه که شما با این خدمات ساده ارتباط میگیرید با مشتری‌ها و اونها کلی خدمات دیگه بهتون میدن و این خیلی زیباست، خیلی جذابه. ما با یک لوگو $120 با یک در واقع بیزنسمن عرب بود که توی امارات زندگی میکرد ارتباط گرفتیم و ما نزدیک به $8,000 در ادامه با هم دیگه کار انجام دادیم. $8,000 تو این صنعت اصلا عدد بالایی نیست، ولی میخوام بگم از یک پروژه $120 رسیدیم به $8,000 درآمد، چون تونستیم کارهاشو سر وقت برسونیم و فرای انتظارش اتفاقا بهش کار بدیم. کار عجیب غریبی هم نبود، یه لوگو میخواست، همون چیزی که خیلیاتون ممکنه بلد باشید یا حداقل بدید یکی دیگه براتون انجام بده. اوکی؟ پس اگر تدوین بلدید، اگر گرافیک بلدید که خیلی عالی. اگر طراحی سایت بلدید شما خیلی میتونید پول در بیارید. حالا بستگی به تخصصی که دارید، اینه که وردپرس بلدید یا کد بلدید بزنید یا غیره، شما خیلی میتونید پول بگیرید از آدم. اگر تولید محتوا بلدید، اگر شبکه‌های اجتماعی بلدید، اگر تبلیغات بلدید، اگر تبلیغات گوگل، فیسبوک بلدید، $8,000 بابت یک تبلیغات گوگل ادز یک پروژه‌ای بود که ما انجام دادیم. $8,000 توی یک ماه فقط خدمات گوگل ادز. و به شدت فریلنسری پروژه جذابیه و خدمات دیجیتال مارکتینگ انجام دادن به شدت کسب و کار بدون مرز جذابیه و شما میتونید صرفا با اینکه یاد بگیرید چطور میتونید این پروژه ها رو بگیرید و چطور میتونید بیزنس خودتون راه بندازید این خدمات رو بگیرید. خب برای اینکه یکم بیشتر با این فضا آشنا بشید باید بدونید که اصلا چطور میشه این پروژه ها رو گرفت. ببینید روش های گرفتن پروژه خدماتی برای کسب و کارهای بدون مرز زیادن. شما میتونید خودتون مستقیما با کارفرماها ارتباط بگیرید، مثلا از طریق لینکدین، از طریق سایت های کاریابی میتونید به ارتباط بگیرید که حالا جزئیاتش رو، یعنی این روش رو نمیخوایم توی این قسمت باز بکنیم، اما توی ادامه دوره اصلی کامل روشش رو باز میکنیم. میتونید برید ارتباط بگیرید و پیشنهاد بدید و پروپوزال بفرستید و ارتباط بگیرید و پروژه رو بگیرید. روش خیلی خوبی مخصوصا برای کسایی که میخوان مهاجرت بکنن، میتونید ارتباطات خیلی خوبی ایجاد بکنید. اما یکی از سریع ترین روش ها که الان میخوایم راجعش صحبت بکنیم، برای که شما بتونید پروژه رو بگیرید، انجام بدید و سریعا پول دستتون بیاد، برای اینکه لذت درآمد بدون مرز رو بچشید و بتونید با اون پولی که براتون میاد سریعتر کسب و کار بدون مرزتون رو گسترش بدید، استفاده کردن از سایت‌های فریلنسری. سایت‌های فریلنسری که الان ممکنه خیلیاتون هم آشنایی داشته باشید، توی ایران مثلا اسمش پونیشاست. یک سری وبسایتن که فریلنسر رو به کارفرما وصل میکنن. یعنی من مثلا تدوین بلدم، ایشون کارفرمای پروژه تدوین میخواد، میاد اینجا مینویسه که من پروژه مثلا ساخت یک ریلز اینستاگرام میخوام، قیمت $500. من میگم من بلدم اینو انجام بدم، میام پیشنهاد میدم، میگم آقا من اینو برای شما توی مثلا 5 روز انجام میدم، قیمت هم انقدر، یا مثلا $500 اوکی هم، و باش چت میکنیم و انجام میشه میره. حالا اون که الان براتون پیش بیاد که آقا من زبان انگلیسی بلد نیستم، چجوری باش چت کنم، اصلا چجوری برم بخونم، چیکار کنم، تو رو خدا به اینا فکر نکنید، فقط به ما اعتماد کنید. مطمئن باشید ما که داریم این دوره رو براتون میذاریم فکر اینجایی که شما ممکنه زبان انگلیسی بلد نباشید رو قطعا کردیم، براش راهکار داریم. فقط به ما اعتماد کنید و این مسیر رو بیاید جلو لطفاً. چشم بسته به ما اعتماد کنید، بهتون قول میدم ضرر نخواهید کرد. خب یکی از
روش ها استفاده کردن از سایت های فریلنسری. یکی از بهترین سایت های فریلنسری که شما میتونید خیلی سریع داخلش پروژه بگیرید سایت آپورک هست. سایت آپورک چطور کار میکنه؟ شما میرید داخلش پروفایلتون رو درست میکنید، تخصصهایی که دارید رو میزنید و اونجا کلی پروژه هست به قیمت‌های مختلف. میرید پروژه‌ای که میخواید رو انتخاب میکنید، درخواست ارسال درخواست میدید، یعنی میگید که آقا من میتونم براتون انجام بدم، یک متنی رو ارسال میکنید که اون درخواست شماست و کارفرما متن شما رو میخونه، اگر اوکی بود یه چتی براتون باز میشه و توضیح میدید و پروژه رو میگیرید و بعد از اتمام پروژه با شما تصویه حساب میکنن. یکی دیگه از سایت ها سایت فایور هست. فرق سایت فایور با آپورک دقیقاً اینه که فرآیند کاریشون برعکسه. شما میرید پیشنهاد میدید، کارفرماها میان پیشنهاد شما رو بر میدارن. مثلا شما میگید که آقا من میتونم مثلا ویدیو اینستاگرامی درست بکنم، یا مثلا من میتونم کاور اینستاگرام درست بکنم، مثلا هر 10 تا دونه رو $500 میگیرم. من کارفرما هم میام میگم آقا من این پروژه رو از شما میخوام، من به شما پیام میدم. این دفعه برعکسه. این دوتا سایت جزو بهترین. یه سایتی هم هست سایت freelancer.com که در واقع ترکیب این دوتا رو با هم دیگه داره و بهتره. این سه تا سایت دوستان بهترین سایت های کاریابی فریلنسری هستن که شما همین الان میتونید باشون کار بکنید. یه سری نکات وجود داره قبل از اینکه بریم کار با این سایت ها رو یاد بگیریم باید بهتون بگم. یک، ایران توی تمام این سایت ها تحریمه، اما براش راهکار وجود داره. الان نمیخواد بهش فکر بکنین اینکه الان با آی پی ایران وارد بشم یا نه، آقا چجوری درآمدمو نقد بکنم، اینا رو الان بهش فکر نکنید. صرفا یه وی پی ام بزنید، برید حسابتون رو باز بکنید و تجربه کنید، شروع کنید پیام دادن، ببینید یکم چشمتون ذهنتون عادت بکنه. در ادامه ما توی دوره بهتون میگیم که آقا آی پی رو چیکار بکنید که بعدا به مشکل نخورید. شما تا وقتی که پول تو حسابتون نیومده هیچ کاریتون نداره و تا زمانی که پول تو حسابتون بیاد ما قطعا همه اینا رو بهتون گفتیم. آی پی رو چیکار بکنید، درآمدتون رو چجوری نقد بکنید، چجوری احراز هویت بکنید و همه اینا رو ما براش راهکار داریم و قطعا به این فکر کردیم که مخاطبای ما توی ایرانن، پس بعد راهکار برای ایران بدیم. خب پس به اینا فکر نکنید، شما صرفا برید و خودشون رو بندازید توی این رودخونه بدون مرد شدن. همین کار رو ازتون توی این دوره فقط ازتون میخوام که خودتون رو پیدا کنید توی مسیر بدون مرز و از اونجا شما وقتی دارید دست و پا میزنید توی رودخونه بدون مرز، ما میایم دستتون رو میگیریم، سوار قایق میکنیم، بعد با همدیگه میریم سوار کشتی میشیم، بعد با همدیگه کشتی کروز میکنیم، بعد با همدیگه کلی کشتی تفریحی بزرگ میریم و با همدیگه کل اقیانوس‌های دنیا رو میگردیم. این مسیر بدون مرز شدنه. اما تا زمانی که شما پاچه پاتون رو ندید بالا، پاتون خیس نشه، بیاید جلو، شناور نشید تو آب، 2 تا دست و پا هم نزنید، هیچکی دستتون رو نمیگیره، هیچ قایقی نمیبینید، تو همون ساحل امن خودتون واسادید. پس ازتون میخوام که به این دوره اعتماد کنید، کاری که میگم رو انجام بدید. شما الان نه دغدغه پرداخت داشته باشید، نه دغدغه نقد کردن پول داشته باشید، بهتون میگیم راهکاراشو، ولی الان شما دغدغه نداشته باشید. صرفاً این قسمت از آموزش رو برید ببینید، پروفایل های خودتون رو توی این 3 تا سایت درست بکنید و در ادامه آموزش با ما همراه باشید. این قسمت از آموزش رو با افتخار آقای محمد مشهدی عزیز برامون رکورد میکنن و بهمون میگن که چطور توی این سایت ها ثبت نام بکنید، پروفایلتون رو ستاپ بکنید که بتونید بازخورد بهتری بگیرید. نکته‌ای که وجود داره اینه که این دوره جزء معدود دوره هاییه که با آخرین آپدیت های روز دنیا، آخرین تکنولوژی روز دنیا همراه شده. به شدت کمک میگیریم از هوش مصنوعی برای اینکه بتونیم بهترین بازخوردها رو بگیریم. خدا رو شکر شانسی که شما آوردید توی این بره از زمانی اینه که تکنولوژی هوش مصنوعی به معرض کاربرد عموم رسیده و شما خیلی راحت میتونید با هوش مصنوعی با کل دنیا ارتباط بگیرید. اینکه چی توی بیو بنویسیم، چی توی اون پروپوزاله بنویسیم، چه متنی و کجا بذاریم، تمام اینها رو هوش مصنوعی برای شما مینویسه و با چند تا کلیک، یعنی حتی
صحبت کردنتون با هوش مصنوعی هم نیازمنده این که بخواید انگلیسی خاصی بلد باشید یا حالا بدونید چی کار باید بکنید نیست. همه چیز برای شما تا آخرین حد ممکن ساده سازی شده و شما فقط کافیه که قدم به قدم طبق مسیری که این دوره داره بهتون میده جلو برید تا بتونید خیلی سریع نتایج رو ببینید. بریم با هم دیگه آموزش سایت های فریلنسری که بهتون گفتم رو ببینیم، باهاش آشنا بشیم که اصلا چطور کار میکنن و پروفایل خودمون رو درست بکنیم و برگردیم با ادامه دوره. من در خدمتتون هستم.